خودکشی در مسجد. سبحان الله. زن میخواست خودش را مدار کشد. بینید که با او چه واقعه رخ داد. سلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان امور. از شما خواهش میکنم که این قصه ما را تا آخر خوب گوش کنید. مرد امامی خیلی خوب و با احسان بود. هر هفته بعد از نماز جمعه به کوچه با همراه پسرچه‌اش میبرآمد. به آدمانی که در کوچه ها هستند کتاب رایگان تقسیم میکرد. روز از روزها هوای خیلی بارانی بود. بعد نماز جمعه نتوانست که به کوچه برآمده کتاب تقسیم کند. در همین وقت پسرش گفت: پدر جان، امروز به کتاب تقسیم کنی نمی رویم؟ پدر گفت: نه پسرم، زیرا هوا خیلی سرد و باران است و هیچ کس در کوچه نیست. این کودک خیلی عادت کرده بود و پدرش گفت: خیر اجازه دهید من کتاب ها را گرفته به کوچه برایم. پدر اول راضی نشد و دید که به طاقتی این کودک را آسوده نمی گذارد. گفت: خیر رو، اما در راه احتیاط باش و زود به خانه برگرد. کودک شاد شد، به کوچه برآمد، اما صد افسوس که در کوچه کسی نبود. هوای سرد و باران. همین طور نیم ساعت گشت، هیچ کس را ندید. وقتی میخواست به خانه برگردد، وقتی در راه می آمد یک دری را دید. گفت: همین خانه را یک تق تق کنم، شاید شخصی در را باز کند و حداقل امروز یک کتاب هم شاید باید خیر کنم. و به نزد در همان خانه رفت و زنگ در را زیر کرد. هیچ کس در را باز نکرد. چند بار زنگ را زیر کرد، اما هیچ صدای از داخل نشد. پسرک ناامید شده به قفا گشت و وقتی رهکی شده بود ناگهان در باز شد و زنی از خانه برآمد. گفت: بیایید، به شما کی در کار؟ چرا اینقدر زنگ در را زیر میکنید؟ گفته پرسید. پسرک گفت: سلام خاله جان، بینید خداوند شما را چنان دوست می داشته است که اولین شده صاحب خیر امروزه امان شما شدید. برایتان کتاب آوردم، گیرید خوانید، انشاءالله برای فایده و آخرت شما خواهد شد. و کتاب را به این زن داد و خودش شاد شده به خانه برگشت. و این زن را کتاب را گرفته به خانه در آمد و خواند. هفته همان روز این زن به مسجد آمد. روز جمعه بود. بعد از نماز مردم را منع کرد و گفت: گپی مهمی هست که من باید به همه شما این سخن را گویم. این سخن ها مربوط پسر امام می شود. امام باشد در حیرت افتاد و به همه راضی شده به سخنان این زن گوش کردند. زن چنین نقل کرد: هفته گذشته روز جمعه بود. هوای سرد و دل من از تنهایی و بیکسی و از زندگی کلا دلم سرد شده بود. خواستم خودکشی کنم و ریسمان را آماده کرده وقتی از گردن داخته بودم که صدای زنگ در برآمد. من شدم. فکر کردم که یگان همسایه هست، اما زنگ تکرار به تکرار می آمد. ریسمان را از گردن گرفته در را باز کردم که کودک می ایستاد. تبسم کنان برایم سلام داد و کتاب را دراز کرد و گفت: این را خوانید، بر شما فایده می دهد. وقتی کتاب را باز کردم از صفحه اول تا آخر گریه کنان خواندم و از خودکشی کردن گشتم. ریسمان را به مصرخانه پرتافتم. زندگی را دوست داشته ادامه دادن را برای خود انتخاب کردم و هر روز و هر شب نماز می خوانم و استغفار می گویم. اگر این پسرک نمی آمد شاید در این دنیا نبودم و در آتش دوزخ برای به جان خود قصد کردنم می سوختم. تشکر به این امامی که چنین فرزند را به وی رسانیده است. گفته گریه کرد. امام باشد پسرش را سخت آغوش گرفت و امام هم گریه میکرد. از گریه این امام و زن اهل جماعت نیز همه گریه کرده تکبیر میگفتند. ماشاءالله. بینید که فرزند خوب چگونه هست و فرزند بد چگونه هست. فرزندان خود را خوب تربیت کنید و در راه راست بودن را نشان دهید، زیرا فایده اش به جماعت ما و خلق ما برسد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.